من به شما خواهم گفت که چه چیز خطا است آیدی تلویزورها. این اداره کنی و فلسفیای آن است، یعنی اداره کنی عقلهای شماست. فلسفیا، تفکر، جریان فکرانی، ایدئولوژیا، انا همین خطا است آیدی تلویزورها. انا همین خطا است آیدی فیلم ها. انا از کجا آنها به سر شما داخل می شوند. مثلا والت دیسنی رو گیرید و بسیار آدمانی که بر ضد تلویزورها سخن میکنند، بر ضد فیلم ها سخن میکنند، آنها بر ضد گالیوود سخن میکنند، زیرا معلوم است که اینها بد هستند. اما آنگاه آنها میگویند که ما فیلم های دیسنی تماشا میکنیم. من در خانه واعظان و مسیحیان بودم که هیچگاه تلویزور یا فیلم تماشا نمیکردند، اما در آنها عالم فیلم های والت دیسنی موجود بود. پلاستیک های سفید که همه آنها در قطار بودند، یعنی که آنها تانه های این فیلم ها رو داشتند. خزینه ها، من نمیدانم که چند تا در آنجا بود، ولی صدها بودند. آنها قطار مانده شدند و فرزندان آنها تمام روز آن فیلم ها را تماشا میکنند. من به شما خواهم گفت، من حالا به شما اثبات میکنم که این فیلم ها زشتند. شما میگویید چی؟ فیلم های دیسنی؟ بیایید بس کنید، شما دیوانه اید، آنها برای کودکانند. خب بیا ببینیم. اولا شما این را میدانستید؟ آیا شما میدانستید که فیلم های دیسنی پر از پیام های تاثیر رسان است؟ پیام های تاثیر رسان. اکنون منظور ما چیست؟ جادوگری. ما آیدی چی صحبت میکنیم؟ داخل عقل های شما شدن و شما را به سر و سامان کردن، اداره کنی جریان فکرانی شما با وسیله آلات های غیر عادی یا شیطانی. بگذارید من چیزی بگویم. فیلم های دیسنی پر از پیام های تاثیر رسان است و شما میگویید اوه این نادرست است. من این را با چشم خودم دیدم. وقتی که من نورس بودم، من رفیق داشتم که مرا در خانه شیناند و پیام های تاثیر رسان را از فیلم های دیسنی نشان داد. آنها پر از پیام های تاثیر رسان هستند. بگذارید من به شما یک چند مثال ها آورم. پادشاه شیر پر از پیام های تاثیر رسان هست. از اول تا به آخر فیلم تصویرهای پورنوگرافی پنهان کرده شده است. وقتی شما فیلم را تماشا کرده ایستاده‌اید و در یک چند ثانیه یگان چیزی ناپاک پیدا می شود. در هر طرف ها یگان چیز به مانند اعضای بدن پیدا می گردد. در این سو پس در آن سو. در آنجا یک حالتی است که وقت شیر می افتد، گرد و چنگ خاک می باراید و کلمه علاقه جنسی نوشته می شود. و کلمه علاقه جنسی در فیلم پادشاه شیر عیناً پیام تأثیر رسان بر این صدها بار گذاشته شده است. صدها مراتبه رسم‌ها در اکران کلمه را می نویسند و من این را دیدم. یعنی رفیق من مرا در خانه خود شینان و فیلم‌ها را توقف کرده کلمه علاقه جنسی را که در وقت‌های گوناگون در اکران نمایان می‌شدند نشان می‌داد. زیرا او می‌دانست که آنها در کجایند و او اینها را بر من نشان می‌داد و همه آنها از اینها پر هستند. الادین دیگرش است. در فیلم الادین یک نکته وجود دارد که او به جاسمین میگوید که تمام لباسهایش را کشد، اما شما این را حتی نمیفهمید تا زمانی ندانید که این در آنجا هست. اما شما به آن گوش میدهید و کم صدای را میشنوید. Leave me alone. So how's our little Bo doing? Come on, good. Can you just take off? So how's our little Bo doing? Come on, good. Can you just take off? Come on, good. Can you just take off? Come on, good. Can you just take off? وقتی که شما دانید که آنجا است، شما آن را روز بر این روشن میشنوید، اما اگر شما نمیدانستید که این آنجا بود، شما نمیشنوید. تصویر کثیف در مقاوه روسل که خورد نمایش شده است و هیچ کس آن را نمیفهمد تا وقتی که کسی به شما نشان ندهد. او میگوید به این نگاه کن و شما به آن نگاه میکنید. در تمام فیلم نصارا هستند. من بعض نصاران روسل که خورد را تصویر نمی کنم، از جایی که پیام های تاثیر رسان در اکران پیدا می شوند. فیلم دیگر زیبایی و جانور. در آنجا شما می دانید یک زن برهنه یک چند بار در پس نمایان می گردد. این زیبایی و جانور است. این پر از پیام های تاثیر رسان است. کودکان شما آنها را تماشا کرده ایستادند و عقل آنها شاید حتی اینها را نبیند، اما آنها به تفکر آنها داخل می شوند. کلمه ها در اکران تکرار به تکرار پیدا می شوند.
پر از اوریانی هست و آنها در اکران پیدا می شوند. اوه، آن فیلم ها به ضرر هستند. آنها پر از پیام های تاثیر رسان هستند. کی می داند که فرزندان شما کنترل شدند؟ اوه، شما می دانید چی؟ باوری دارم که این تنها در فیلم های دیسنی است. من به شما کفالت می دهم که گالیوود نیز همین کارها را می کند. در اول وقتی که من نورس بودم و کسی اینها را به من نشان داد، من فکر کردم که این تنها یک چند فیلم هست، یک چند نمایش است و بعد از چند وقت من فهمیدم که تقریبا هر یک فیلم دیسنی با صدها پیام های تاثیر رسان برای اداره کنی عقل های فرزندان شما پر کرده شده است. فراموش کنید پیام های تاثیر رسان را. حتی اگر شما پیام های تاثیر رسان را فراموش کنید هم مضمون فیلم های دیسنی خودش فاسق است. یعنی مثلا رسالک خورد، نصفش جانور و نصفش آدم و این در خود فسق است. در تمام بیبلیا هر یک خدای بر دروغ نصف جانور و نصف انسان است. آنها پیوسته نصف جانور و نصف انسان می‌سازند. این بت پرستی است، این کثیف است و اما هر یک فیلم دیسنی در ساختن نصف جانور و نصف انسان اساس یافته است. این در بیبلیا ذکر کرده شده است. و فیلم رسالک خورد شما می‌دانید او همه وقت از قسم بالا اوریان است، درست؟ وای تنها از بالا بیکینی دارد. این چیست؟ آیا شما می‌خواهید دخترتان این گونه لباس پوشد؟ اوه، در آنجا بدخواهی نیست، یگان دغلی نیست. آیا می‌خواهید که دختر شما با بیکینی دور زند؟ آیا این لباسی با حیا است؟ آیا عیسی مسیح می‌خواهد که زنان شما این گونه لباس پوشند؟ نه. آیا این چیست؟ بعضی ساحرانی که جادوگری می‌کنند با استفاده از سحر و شیطنت. اوه، بیگناه، درست؟ همه‌شان پر از اینهاست. و در فیلم زیبایی و جانور نیمه اول فیلم این فاحشه ها در شهر که نیست برهنه در اطراف رقص میکنند مفتون به این پسر بزرگ قوی زیبا هستند، اما همه این دختران لباس ناشایان به تن دارند. آنها در ایما و اشاره خود پیام تأثیر رسان دارند و آنگاه تمام فیلم اصلا وصف نمود ظاهری و بدن جسمانی است. زیبایی و جانور این فیلم است درباره زنی که به جانور عاشق می شود و در فیلم آنها مثل رفتار میکنند گویا که او تنها زشت‌اندام است. او زشت‌اندام نیست، او جانور است. در اینجا فرق است با زشت‌اندام بودن و جانور بودن. و اگر شما کارتون را دیده باشید او جانور است، او مثل سگ است، او به مرد سگ کلان مانند است. یعنی این واضح است که او حیوان است و به هر حال وی با او عاشق می شود در حالی که او جانور است. تنها وقتی که وی جانور را بوسه می کند او انسان می شود و شما می گویید این چی بدی دارد؟ سلام، من جرارد هستم. من دعا میکنم که این ویدیو روشنی اندازد به تبلیغ شیطان لوسیفرینی ایلومیناتی کنترل کنی فرزندانمون با پیام های تاثیررسان و فیلم های دیسنی. من میفهمم که شما با این باور کردن نمیتوانید، اما وقتی میبینید که این فیلم ها را کی میسازد و ثمره ظالمانه آنها را میبینید همه این معلوم میگردد. والت دیسنی یک مسان بود که با سحر و جادو مشغول بود و فیلم ها و باغ خود را همچون وسیله برای جلب عامه به اعتقاد خود استفاده کرد. کلوب 33 در باغ دیسنی رمزی است، آن 33 مسانی است. این رمز نیز در فیلم های دیسنی گذاشته شده است. در فیلم دامبو پس از مست شدن دامبو در سر خوابهای لوسی دارد که دارای رمزهای شیطانی لوسیفری و ایلومیناتی می باشند. دیسنی اینچنین برای نمایشدهی نقشه های کثیف خود از شخصان مشهور استفاده می برد. آنها ستاره ها را جاری می کنند تا اینکه صاحبان مخلص شوند و هنگامی که این شخصان مشهور کلانسال می شوند آنها را ویران می کنند و به خرابزار می فرستند و بعضی مخلصان خود را همراه می برند. نمونه از آنها مایلی سایرس، بریتنی سپیرز، کریستینا اگیلر می باشند. من میدونم که 666 برای بعضی ها پذیرفتن دشوار است، اما این نشانه والت دیسنی نیست که خیلی که بسیاری ها باور میکنند. این یک لوگوتیپی اساسی است. حتی در کودکی من یاد دارم که فکر میکردم که این د به مثل هیچ د که من میدانم مانند نیست. وی حتی تماما به وی مانندی ندارد و رقم بالای ای همه جزئی علامت پنهانی رمزی می باشند. در این باره فکر کنید، این نشانه در همه چیز دیسنی است، گویا که مهمیت آن را تصدیق میکند. در بسیار مغازه های دیسنی بالایش را با عیناً همین 666 تیار میکنند. همه این علامت ها طبیعت شیطانی دارند. اگر شما مسانها را ایلومیناتی را بفهمید، پس در زمانی که ما زندگی داریم اینها باید برای شما عیان باشند.